رحیم پروداکشن تقدیم میکند. فروغی نعمت. ای پدر از قامتی چنگیت من غم میخورم، از گلی پژمرده‌ای رنگیت من غم میخورم، از دلی آزرده‌ای تنگیت من غم گفت این زن رو از من بره و من را به خانه دارم ولی قامتت خم میخورم. ای پدر من یاد دارم سروی بالای تو را، چهره بچین دل جوی دلالای تو را، چشم های مهربان و نور پالای تو را، با تمامی زندگانی شفقی والای تو را، با تمامی زندگانی شفقی والای تو را. ای پدر یک عمر یک رو مردی دهقان بودی تو، در تلاشی بهروزی های دوران بودی تو، با غم و شادی مردم بسته پیمان بودی تو، خیر جوی و خیر پوی راهی احسان بودی تو. ای پدر تو نقد عمرت صرفی مردم کرده ای، نیکی های به شمار چون دانی گندم کرده ای، گرچه امروزت مداری خویش را گم کرده ای، لیک از خود در حیات نقش تجسم کرده ای، لیک از خود در حیات نقش تجسم کرده ای. ای پدر از پیری اندامی تو لرزان گشته است، در جسمی تو یک سودای ارزان گشته است، آب از چشمانی کم بینی تو ریزان گشته است، خوابی تو چون خوابی تو از تو گریزان گشته است. ای پدر آسوده باش امروز مدارت می شوم، دانه سای قامت و زار و نزارت می شوم، دانه سای قامت و زار و نزارت می شوم، ناز بردار راز بردار غم گسارت می شوم، من بقای هستی ها و
من بقای هستی ها و اعتبارت می شوم. ای پدر آسوده باش امروز مدارت می شوم. دوستان میخواستم درباره یک چیز با تو مراجعت کنم. میخواستم پدرم رو به حج روی کنم. بنهایت خوب، بنهایت خوب. آفرین، من به این کار حتما سهم میگذارم. خدا از تو راضی باشد دوستم. ای پدر آسوده باش امروز مدارت می شوم. دانه سای قامت و زار و نزارت می شوم. دانه سای قامت و زار و نزارت می شوم. ناز بردار راز بردار غم گسارت می شوم. من بقای هستی ها و اعتبارت می شوم. من بقای هستی ها و اعتبارت می شوم. ای پدر آسوده باش امروز مدارت می شوم.